به این کاوش عمیق خوش آمدید. امروز قرار وارد یه دنیای شاید کمتر شناخته شده بشیم. دنیای قرارگیری سر و گردن. چیزی که شاید خیلی بهش فکر نمی کنیم، اما خب روی کل حس و حالمون مؤثره. و جالب اینجاست که این بار بخشی از نگاه ما از یه منبع خیلی غیرمنتظره میاد. یه مصاحبه با یه اسب به اسم گاندور که دیدگاه جالبی به بیومکانیک گردن داره. بعدش میبینیم این چطور به ما انسانها ربط پیدا میکنه. خب هدفمون چیه اینجا؟ میخوایم دقیق تر بفهمیم این گردن، این ناحیه حساس چطوری روی تعادل کلی ما، نفس کشیدنمون، حتی حس راحتیمون اثر میذاره. میخوایم ببینیم چه ارتباطی هست بین گردن، ستون فقرات و حتی اون نیت پشت حرکات ما و اینکه چطور تمرین‌های آگاهانه، مثلا چیزای شبیه پیلاتس، میتونن به این آگاهی کمک کنن. خب پس بیایید شروع کنیم. این موضوع رو بازش کنیم. اول از همه ایده اصلی که از دیدگاه گاندور میاد. ببینید برای یه اسب اینکه سرش رو چطور نگه میداره یه چیز کاملا مجزا نیست. نطاف داره، مفصل گردنی سینه‌ایش چقدر حرکت میکنه و خب حتی اینکه چقدر به راهنماش اعتماد داره. نکته کلیدی گاندور اینه که میگه گردن مثل یه فشارسنجه، خیلی حساسه. اگه زیادی بکشنش یا مجبورش کنن غلط خم بشه، از فوراً چیکار میکنه؟ خودشو سفت میکنه. اصل حرفش اینه، سری که خوب و راحت حمل میشه از یه پشت آزاد و رها میاد. دقیقاً. و یه پشت رها اونم نیاز به یه نیت ملایم داره، یعنی حرکت نباید با فشار شروع بشه. همین تنظیمات میدونید خیلی ریز و ظریف فرق بین سبکی و تنش رو مشخص میکنه. و این فقط مال اسبان نیست، درسته؟ دقیقاً. برای ما هم همینه. گردن ما هم وضعیت کل سیستممون رو نشون میده. بله. و جذابیتش اینجاست که این اصل خب مستقیما برای ما انسان‌ها هم کاربرد داره. سر انسان رو در نظر بگیرید، حدود 5 کیلو وزن داره. انگار یه توپ بولینگ روی ستون فقراتتونه. حالا اگه این وزنه، یعنی این سر، درست در راستای ستون فقرات و مرکز ثقل بدن نباشه، چی پیش میاد؟ خب مشخصه گردن بیچاره میفته زیر فشار. باید این وزن رو یه جوری نگه داره. در نتیجه اون عضلات سطحی، مثلا همینایی که بالای شونه ها حس میکنید، یعنی تراپزیوس، سفت و منقبض میشن. شانه ها ناخودآگاه میرن بالا سمت گوش ها و تنفس چی میشه؟ سطحی میشه. بیشتر تو قفسه سینه گیر میکنه. اما اگه سر بتونه در راستای طبیعی ستون فقرات قرار بگیره، مثل یه امتداد سبک و راحت براش عمل میکنه. نکته خیلی خیلی مهم اینه که این همترازی رو نباید با زور درست کرد. نباید چونه رو به زور داد تو یا سینه رو داد جلو. نه، این یه چیزیه که باید اجازه بدیم به طور طبیعی و با آگاهی پدیدار بشه. یعنی یه جور پیدا کردن تعادل، نه ساختنش. دقیقاً. همینجاست که ارزش تمرینات آگاهانه مثل پیلاتس معلوم میشه. چون هدفشون همینه، کمک به بدن برای پیدا کردن وضعیت بهینش از درون. خب حالا که بحث ساختار شد، یه نکته آناتومیکی جالب دیگه هم بود توی منبع. تفاوت عملکرد مهره‌های گردن. به خصوص تفاوت بین اون دوتا مهره بالایی C1 و C2 که بهشون اطلس و اکسیس هم میگن با بقیه مهره‌های گردن، یعنی C3 تا C3. از اون دیدگاه بیومکانیکی که مطرح شده، مفصل بین C1 و C2 یعنی دقیقاً زیر جمجمه برای حرکت‌های ظریف سر خیلی حائزیه. انگار یه جور مرکز فرماندهی حرکات دقیق سره. کار اصلیش چیه؟ همین چرخش‌های کوچیک و اون حرکت ظریف سر تکون دادن به معنی بله گفتن. حالا اگه این مفصل به خاطر تنش یا وضعیت بد گرفته باشه و محدود بشه، خب کل هماهنگی سر و حتی جهت نگاه به هم میریزه. برای شما به عنوان انسان همین حرکت خیلی کوچیک و آگاهانه سر به جلو و عقب، همون که بهش میگن فلکسیون جمجمه‌ای مهره‌ای یا تکان ظریف سر، کلید فعال کردن عضلات عمقی و درست گردنه. انگار یه پیش درآمده برای حرکات بزرگتر بدون اینکه تعادل کل سیستم به هم بخوره. یه جور آماده سازی انگار. دقیقاً. مثل یه نفس عمیق و آروم برای گردن قبل از حرکت.
کاملا درسته. و اگه بخوایم اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میرسیم به سلسله مراتب عضلات گردن که هم در ما هست، هم در اون دیدگاه اسبی. یه تفاوت مهم بین عضلات عمقی و سطحی گردن وجود داره. عضلات عمقی اونایی که خیلی چسبیدن به مهره‌ها، مثل لانگوس کولی و کاپیتس. کارشون ثبات دادنه. ثبات موضعی برای مهره‌ها و هدایت خیلی دقیق حرکات. اینا باید اولین عضلاتی داشتن که توی اون تکون ظریف سر یا هر حرکت کنترل شده گردن فعال میشن. مثل فونداسیون ساختمونن. اما مشکل کجاست؟ خیلی وقتا، مخصوصا وقتی استرس داریم یا زیاد پشت میز میشینیم یا وضعیت بدنیمون خوب نیست، چی میشه؟ عضلات بزرگ و سطحی گردن، مثل قسمت بالایی زوزنقه‌ای، همون عضله روی شونه، اون عضله بزرگ کنار گردن SCM و عضلات نردبانی، اینا میان و کارو به دست میگیرن. زودتر فعال میشن انگار؟ زودتر و بیشتر از حد لازم. انگار کارگرا دارن کار مهندسا رو میکنن. این الگوی غلط خودش نشونه عدم تعادله. نتیجهش هم میشه گرفتگی مزمن گردن، تنفس سطحی سینه‌ای و اون حالت بد جلو اومدن سر. دقیقاً. و برای اینکه نشون بده این چقدر مهمه، توی منبع به عضلات خاصی تو اسب‌ها اشاره میکنه که همین الگو رو دارن. مثلا یه عضله هست که سر رو مستقیم به شونه وصل میکنه. اگه اون سفت بشه، کل گردن قفل میشه. یا عضلاتی که سر رو بالا نگه میدارن. اگه پشت اسب گرفته باشه، این عضلات گردن بیش از حد کار میکنن و خب خسته میشن. این مثالها حتی اگه از دنیای اسب‌ها باشن، خوب نشون میدن که گردن یه چیز جدا نیست. یه پل ارتباطیه. دقیقاً یه پله و آزادیش کاملاً به وضعیت پشت و کل بدن بستگی داره. و اینجا میرسیم به یه نکته کلیدی دیگه، نقش ستون و فقرات پشتی، یعنی قسمت سینه‌ای، thoracic spine. خیلی تاکید شده که سر برای اینکه راحت و خوب قرار بگیره، باید در امتداد انحنای طبیعی همین قسمت سینه‌ای باشه. خب این برای ما یعنی چی؟ یعنی اینکه قسمت بالایی و میانی پشت شما بین گردن و کمر باید بتونه حرکت کنه، منعطف باشه، نباید خشک و مثل یه تیکه چوب باشه. که متاسفانه خیلی وقتا هست. بله، متاسفانه. اگه این قسمت خشک باشه، گردن مجبور جبران کنه. بیشتر کار میکنه، فشار بیشتری روش میاد و اینجاست که کل تعادل وضعیتی بدن به هم میریزه. حتی جالبه بدونید جهت نگاه و خط افق دیدتون هم میتونه تحت تأثیر این خشکی قرار بگیره. یه تمرین حسی ساده که پیشنهاد شده خیلی جالبه. همین الان که نشستید یا ایستادید، مستقیم جلو رو نگاه کنید. حالا سعی کنید این حس رو ایجاد کنید که بالای جمجمه‌تون داره آروم از استخوان دنبالچه، پایین ترین قسمت ستون فقرات دور میشه. انگار یه نخ نامرئی از بالای سرتون شما رو میکشه سمت سقف. همین حس فاصله و طول خودش یه جور پیدا کردن همترازیه. فقط حس کردنش. بله، فقط حس کردنش. و یه نکته جالب دیگه، اگه میخواید بچرخید یا حرکت کنید، اول با چشماتون به اون سمت نگاه کنید. اجازه بدید بدنتون دنبال نگاهتون بره. این کار به طور طبیعی مسیرهای عصبی عضلانی درست رو فعال میکنه. حرکت هماهنگتر میشه با فشار کمتر. خب، فکر کنم حالا خیلی بهتر میفهمیم چقدر همه چی به هم وصله. حالا بریم سراغ چند تا تمرین عملی که تو منبع بود و میتونه به این آگاهی و بهبود کمک کنه. خیلی هاشون هم ریشه تو اصول پیلاتس دارن. اولیش همون تکان ظریف سر یا فلکشن جمجمه‌ای مهره است که قبلا گفتیم. این حرکت که معمولاً خوابیده به پشت انجام میشه، سر روی زمین، واقعا یه جواهر دقته. از بیرون نگاه کنی تقریباً هیچی نمیبینی، ولی از درون اتفاقات مهمی میفته. این حرکت خیلی ظریف باعث میشه عضلات عمقی گردن فعال بشن و همزمان اون عضلات سطحی که معمولاً سفتن یه فرصتی برای آرامش پیدا کنن. یه جور ریست کردن انگار. دقیقاً. انگار یه سیگنال آروم به سیستم عصبی میفرستی. من اینجام، آمادم، متمرکزم. یه دعوت با آگاهی. تشبیهش کرده به تکون ملایم سر یه اسب آروم و هوشیار که نشونه ترس نیست، علامت گوش دادن و آمادگیه.
تمرین بعدی یه حرکت پایه‌ای تو پیلاتس به اسم آماده سازی شکم اصلاح شده یا Modified Ab Prep. نکته کلیدی اینجا ایجاد ارتباط بین بالاتنه و پایین تنه است، در حالی که گردن کاملاً راحته. وقتی سر و گردن خنثی و بدون تنشن، شما میتونید با کمک عضلات شکم یه خم شدن جزئی تو قسمت بالایی ستون فقرات ایجاد کنید و کمی از زمین بلند شید، بدون اینکه کوچکترین فشاری به گردن بیاد. یعنی گردن نباید منقبض بشه؟ اصلاً حرکت باید نرم و پیوسته باشه، مثل یه موج از مرکز بدن یا یه مارپیچ ملایم، نه یه انقباض خشک و سریع که گردن رو درگیر کنه. مرکز بدن کور فعاله، ولی با کنترل و ظرافت. جالبه که تو منبع میگه کاش سوارکارها قبل از سواری اینو انجام میدادن تا بهتر با مرکزشون ارتباط بگیرن. عالیه. این نشون میده چطور میشه مرکز بدن رو قوی کرد بدون فشار به گردن. و تمرین سوم آماده سازی شنای قورباغه اصلاح شده یا Modified Swan Prep. این یکی واقعا حس اشرافیت در حرکت داره. معمولا روی شکم خوابیده انجام میشه. اینجا نگاه شما حرکت رو هدایت میکنه. وقتی آروم سر و سینه‌تون رو از زمین بلند میکنید، حس میکنید بالای جمجمه داره از دنبالچه دور میشه، ستون فقرات کشیده میشه، قفسه سینه باز میشه، ولی کاملا بدون تنش، تو گردن یا کمر. این خیلی مهمه، بدون تنش. بله، کتفان نرم روی پشت سر میخورن پایین و گردن مثل یه ادامه طبیعی برای ستون فقرات آزاد و بلند میمونه. یه جور صعود از درونه، نه اینکه خودتو با فشار دست یا پشت هل بدی بالا. شبیه وقتی که یه اسب باوقار خودشو کمی صاف میکنه، نه برای نمایش، انگار برای نفس کشیدن بهتر. این همون ظرافت از درونه. حسش خیلی فرق داره با فقط بالا آوردن تنه. و در کنار این تمرین‌ها چند تا توصیه مهم هم برای مربی‌ها و معلم‌های حرکت و خب حتی برای خودمون وقتی به وضعیت بدنیمون فکر می‌کنیم مطرح شده. نکته اصلی اینه که آموزش وضعیت صحیح گردن، یعنی تحمیل یه پوزیشن ثابت و خشک نیست. بیشتر شبیه راهنمایی کردنه تا فرد خودش آگاهی بیشتری نسبت به محور مرکزی بدنش پیدا کنه و بتونه تو موقعیت‌های مختلف حفظش کنه. انتخاب کلمات و راهنمایی‌های کلامی یا همون کیوز اینجا خیلی خیلی مهمه. مثلا به جای اینکه بگیم چونتو بده تو که معمولاً باعث تنشن و کوتاه شدن جلوی گردن میشه، چی بگیم؟ چی پیشنهاد میکنه؟ میشه گفت حس کن پشت گردنت بلند و کشیده میشه، یا اجازه بده جمجمت آروم به سمت بالا شناور بشه، یا به جای دستور خشک صاف بایست میشه گفت حس کن سرت مثل یه بادکنک سبک روی ستون فقراتت قرار گرفته. این نوع راهنمایی‌ها به بدن اجازه میدن خودش وضعیت بهینه رو پیدا کنه، نه اینکه ما یه شکل خاص رو تحمیل کنیم. و یه نکته خیلی مهم دیگه، باید به ریتما و ظرافت‌ها احترام بذاریم. فقط چون یه حرکتی مثل اون تکون ظریف سر خیلی کوچیک و نامحسوسه، دلیل نمیشه که عمیق و تاثیرگذار نباشه. اتفاقاً برعکس شاید. دقیقاً. خیلی وقتا همین حرکات ظریف و آگاهانه هستن که عمیق‌ترین تغییرات رو تو الگوهای حرکتی و وضعیت بدنی ما ایجاد میکنن. کیفیت مهمه، نه لزوماً کمیت یا شدت. خب فکر میکنم تونستیم یه نگاه جامع و عمیق به این موضوع بندازیم. از کل این بررسی چه نتیجه میگیریم؟ به نظرم مهمترینش این بود که دیدیم وضعیت گردن چقدر پیچیده است و چطور به کل سیستم بدن ما وصله، از تعادل و تنفس گرفته تا ستون فقرات و حتی اون قصد و آگاهی ما تو حرکت. فهمیدیم که این فقط یه مسئله مکانیکی نیست. دقیقاً. مفهوم گردن به عنوان پل ارتباطی خیلی کلیدیه. همینطور اهمیت فعال کردن اون عضلات عمقی به جای تکیه زیاد به عضلات سطحی و پرتنش. و البته نقش حیاتی تحرک ستون فقرات پشتی رو هم نباید فراموش کنیم. این بخش خوب نشون داد که چطور حرکات به ظاهر کوچیک اما آگاهانه و با کیفیت میتونن تأثیرات بزرگ و مثبتی روی وضعیت بدنی، راحتی و حس کلی خوب بودن ما داشته باشن. و شاید بد نباشه اون جمله پایانی که از دیدگاه گاندور الهام گرفته بود رو هم یادمون بمونه. سر مثل یه سکانه برای بدن. نباید تنها و جدا تصمیم بگیره کجا بره. باید همیشه با کل کشتی بدن هماهنگ باشه.
چه انسان باشیم، چه هر موجودی دیگه‌ای، انگار حرکت اول تو فکر و نیت شروع میشه، بعد تو گردن پالایش میشه و آخرش تو ستون فقرات خودشو نشون میده. یه جور شعر حرکت انگار. آره، قشنگه. و اون تکون ظریف آگاهانه سر، اون نشونه ضعف نیست، بلکه یه جور احترام گذاشتن به تعادله. این بحث یه سوال جالب رو برای شما به عنوان شنونده مطرح میکنه. با توجه به اینکه گفتیم حرکت تو فکر شروع میشه و تو گردن پالایش پیدا میکنه، چطور ممکنه صرفاً با فکر کردن آگاهانه‌ای به اینکه پشت گردنم بلنده یا سرم داره نرم روی ستون فقراتم شناور میمونه، چطور این فکر میتونه نه تنها وضعیت فیزیکی گردن و بدنتون، بلکه حس کلی سبکی، راحتی و حتی حضورتون تو لحظه رو در طول روز تغییر بده؟ این ارتباط بین فکر، گردن و حس کلی رو برای خودتون کاوش کنین. ببینید آیا با تغییر آگاهانه توجهتون به این ناحیه میتونید تغییری تو تجربه روزمره‌تون ایجاد کنید؟ میتونه یه آزمایش شخصی جالب باشه.